هر روز میری سر کار؟ ها. چی میکنی در سر جاده؟ خیرات جمع میکنم. خیرات جمع میکنی؟ روز چند کار میکنی؟ روز 100 روپه 50 روپه کار میکن. مرام باز مرد کانق میزنه. گشنه خو میبرید؟ ها. خمونده میشم باز. هر روز این تو قسمت میری بسیار رای دور آمه است نه؟ کتی کی میری؟ گای مادر. مادر تو هم باز چی میکنه؟ ها خیرات جمع. خب و این خوارکایت است؟ بله. خب بچه مجبور هستم میگم برو مکتب تا میگم مادر پیسی که تو میاری نمیرسانه. من خودم میرم، من خو کالاشویی میکنم در کوچه ها میرم خانه را تق تق میزنم میگم کالای تانه بیاری که بشویم. با کالاشویی میرم به دخترکم هم از پشتم می. مادرت که گریه میکنه ناراحت میشی؟ باز چی میگی در دلت؟ باز مرام گریه میگیره. باز دیگه یک دو روز مکتب نرم میگم بچه برو پایم لوچه از شبلاق ندارم، بود ندارم. نه من خواه بودم. خو بودی؟ گرسنه خو کده بودی؟ وقت میام گوشت خواب میکنم. گرسنه خو کده بودی؟ ها. یعنی واقعا داستان زندگی ای خانواده سخت است. اگر کسی پیدا شود که اتاقک خود است دیگه نه؟ ها. اتاقک پاک شود، منظم شود و قرطاسیه، بکس همه چیز بر بیره باز میری مکتب ها. و چبلق هر چیز داری؟ نه از دختر خاله ما گرفتم. یک روز که ما مکتب رفتم گفت بیار. یعنی چبلق های دختر خالیت میگیری؟ ها. و شما گفتیم که 2 ماه قرضدار هم هستین از کرای خانه دیگه، درست است؟ نگران این طفلک نمیشی که ماشاءالله هم سر و صورت زیبا دارد، این شرایط که خراب است که کسی چیز بد بگویش یا کسی ببرش اختطاف شود، این شرایط خراب نگران نمی باشی؟ جگرم ضعف خون می باشه، نگران می باشم، فکرم سونمی پریشان می باشه. میگم کدام تا دختر من نبره. مردم هم مرا گپ میزنه که بیا این دختر بر ما نمیتی. باز من میگم چرا اولاد خود کس را میته، تو همی اولاد تا به من میتی که من این دختر ما برات بتم. یعنی مفروش هدف است بفروش یا چه قسم بر ما نمیتی؟ میگم این دختر بر ما میتی که ما نگاهش کنیم که تو نگاه کردن نمیتانی. بسیار اوقاتم تلخ میشه، بسیار جگرخون میشم، خود چیز نمیگم، حوصله میکنم. خب زینب جان بیرون میگردی از ساعت چند بجه تا چند بجه؟ من صبح وقت میری؟ ها صبح وقت میرم تا دیگر شام. گای مادر پس میم خانه. خب مردم آزارت نمیده؟ میته. چی میگه؟ خراب میزنن. پیسه میتن باز گپ خراب میزنن. میگم از مجبوری اگر نباشید نمیریم به غریبی. گپای چی رقمی گپای بی‌تربیتی میزنن؟ ها کراچی وانا ده موتر وانا میا. خاله جان حتما این گپا رو با خودت هم گفته ای دخترک نه که مردم به ما گپای بی‌تربیتی میگن؟ بچه باز مردم از بسیار خراب مردم هستن، گپای بی تربیه میزنن. من خو مجبور هستم، اگر مجبور نباشم این طفلکای ما کی بیرون میکشم، خودم کی بیرون میرم. انشالله خدا مهربان از دیگه زینبک ما رو که از گپای بی‌تربیتی نمیگه. من بی‌درک هستم دیگه. خب دیگه بیرون نبرای. درس تا میخونی باز داینده میخوای چی کار شوی؟ دکتر. چرا میخوای دکتر شوی؟ باز یگان تا دوا بتم. باز از مردم پیسه میگیری؟ ها از کلگی؟ غریب بود نمیگرم، پیسه دار بود میگرم. خب آفرین. انشالله من زینبک ما درس میخوانم در آینده. خوش داری که کالای نو در جانت باشه، در اتاقه که داخل شوی اتاقت پاک باشه، بکسکت باشه
قلمای رنگه داشته باشی و هر چیز داشت. رنگی ما ققیق شده. یعنی خود این حالت نباشه داشته باشی. خوش داری و این اتاق پاک باشه قرار و گفتی که من خوش دارم گرمی میکنه پکا باشه نه. خوش داری که پکا هم باشه دیگه نه. همه چیز داشته باشی دیگه هیچ مشکلات نداشته باشی. خوش داری؟ خب پس فکر که اینمی دعایی که کردی قبول شده. حال منتها یک کار میکنیم نفتی چی؟ اینمی اتاق تا با 1 ساعت با ما بده، با 1 ساعت 2 ساعت بده که بتانیم اگر کوشش میکنیم پاک شود. سیز خودت باشه میتونم. خب میتی؟ برای سیز باز 2 ساعت بعد ما تو رو میرم بی که چی تغییرات آمده در اتاق. صحیح است؟ مثلا سکال دروازهش خراب است نه، رنگش خراب است، پرده نداره، پاک نیست، گرمیت میکنه نه. این حالا ببینیم که چقدر تغییرات میادش نه. مثلا این توشکای نازک تو 3 دانه است نه، ببینیم که چقدر تغییر میاد. صحیح است؟ و تو درس میخوانی باز دیگه بیرون نمیری نه؟ نه بیرون نمیرم دیگه. آفرین. لباسای تا گرفتی؟ البته زینب جان چند دانه گرفته، چند جور لباس گرفته. خوشت آمده؟ فقط بوتایت مانده نه؟ حالا میریم بخیر بوتایشم میگیریم و چیز دیگه هم باز میگیری؟ چیزای زیاد میگیری؟ خدا خیر کنه چیزای زیاد میگیره. ایره بگی بابا بپوش خب؟ آفرین. داخل اتاق نبیا بس پوشیدی بیا خب؟ خب دوستان عزیز، از زینب جان چیزایی که ضرورت داشت آماده شده است و تختش ها میبینه انشالله مواد قرطاسیش خودش بیرون از اتاقش هم آماده کردیم. خودش بیرون از اتاق است، لباسای خود تبدیل میکنه، لباسایی که خودش خریده چند جوره. البته دیروز ما منتظر هستیم، گفت مر وقت که آماده شدم تک تک میکنم. منتظر هستیم که تک تک کنه بیای داخل ببینیم احساسش. تک تک کرده. اوه ماشاءالله لباسای نو. بیا گریه نکن قند کاکش. یکم که احساساتی شده. زینب جان نکو گیری قند کاکو. برو مادرت صدا کافری. آوردی مادرت زینب جان؟ بفرمایین خاله جان بشینید. خدا را شکر زینبک ما خوشحال است. خاله جان خود چی احساس داری فعلا؟ خودم بسیار خوش هستم از این خاطر که همین مردم که ایمه کمک میکنه. بسیار تشکر میکنم. پشتی تبیار زینب جان. آفرین. چه دخترک با فرمان است. این پشتی را زینب جان به مادر خود میده. خب
خب خاله جان حال شما بازش کنین، زنجیره کشته پشتش هست، باز کنین. بازش کنین. ماشاءالله موندی با مادرت. خاله جان حساب کنین شما زینبک برتم پیسه مونده. چرا گریه میکنین خاله جان؟ من خاطر بچیم گریان میکنم که هیچ وقت من اینقدر پیسه را، اینقدر کمبودیت، اینقدر مجبوری را دیده بودم که گرای خانه ایسه سرم ایسه دکاندارا. یعنی پیسه را هیچ وقت ندیده بودین؟ نه هیچ وقت قدر پیسه را من ندیده بودم. بسیار خوش هستم خداوند کسایی که کمک کرده خدا کتشان کمک کنه. من همیشه دعایشان میکنم، 5 وقت نماز میخوانم. خب مادر جان خدا رو شکر که زندگی زینب جان تغییر کرد و ما از پیش ما یک تعهد میگیریم. انشالله تا وقتی درس میخوانه زینب جان همراه ما اسپانسر از پول قرطاسیه و موارد مصارفش پرداخت میشه، منتها شرطش این است که این دیگه در سرکا ما نباید ببینیم. اگر خدای نخ وعده میکنیم؟ وعده میکنم که هیچ وقت اگر دیدینش باز مرا قیم بگیری بگی تو خاله والا چندان چیز نبودی. صحیح است انشالله. ما دیگه خاله جانم وعده کردن زینب جان دیگه سرکا کارای شاقه نمیکنه، چون ماشاءالله دختره که خداوند برشون زیبایی داده و ما در محیط نامناسب هستیم، شما بهتر میفهمین. مبادا یک حرف زشت یا یک عمل زشت با زینب جان پیش آمد ناخوشایند کنه. دیگه زینبک ما خوش است میبینین. انشالله عزیزا فراموش نکنین که به مثل زینب جان دخترای زیاد دیگه است و خانواده های زیاد دیگه که دخترکایشان مثلا کارهای شاقه میکنن در سرکا. به این که ما یک پل ارتباطی میان شما و کودکایی که آینده افغانستان هستن قرار بگیریم. لینک ها مشاهده میکنین، شماره تماس در خدمتتون است. ما در کمال امانت دارین رسالت انجام میدیم انشالله. Oh